این بیمارستانه امامزاده‌ایه که کور میکنه ولی شفا نمیده. سر تمرین پنجره کاب زیر پام شکست، پام کج اومد زمین، یه درد بدی گرفت. اولش فکر کردم پیچ خوردگیه ولی یکم که گذشت فهمیدم دردش خیلی بیشتر از یه پیچ خوردگیه. از سر تمرین رفتم بیمارستان و از اون طرفم زنگ زدم مادرم دفترچه بیمه‌مو آورد بیمارستان. ما یه 1 ساعتی تو نوبت بودیم که دکتر ما رو ویزیت کنه. تو 1 ساعت هم دکتر اصلا اونجا وای نمی‌ایستاد، همش میرفت میومد. آخر سر به محض اینکه نوبت من شد اومدم رفتم نشستم جلو دکتره، گفتش که شیفت من تموم شده، منتظر بمونید دکتر شیفت بعد بیاد. رفتیم دکتر نگاه پام کرد و قیافش شبیه علامت تعجب بود، معلوم بود که سر در نمیاره و در نیاورده. برگشت گفت باید بری عکس بگیری. عکس پامو گرفتن و برگشتم پیش دکتر، گفتم آی دکتر چی شده؟ گفت هیچی، برو اتاق عمل. گفتم باش. اومدم برم اتاق عمل، 2 تا دختر با روپوش سفید جلومو گرفتن گفتن کجا میری؟ گفتم که دارم میرم اتاق عمل. مادرم هم با هم بود. بعد گفتن که آنژیو کرد نزدی که رات نمیدم، بیا بخواب رو تخت واسه آنژیو کرد بزنی. بعد من رگام هر کدوم اندازه یه دونه شلنگ آب زده بود بیرون، کلا بدنم اینجوری. اون موقع من تمرین اومده بودم، خب دیگه هیچ بیشتر زده بود بیرون. اومد بزنه تو رگ، به اون کلفتی نتونست رگ رو پاره کرد. اون یکی دختره گفت چی شد؟ گفت هیچی، زدم رگشو پاره کردم. گفت ایبی نداره عزیزم، بزن اون یکی دستش. به خداوندی خدا اگه دروغ بگم هیچی. تا اومد دوباره بزنه این یکی دستم برای بار 4م، مادرم رفت سرپرستار رو آورد. پرستار اولی که زد آنژیو کته، رفت داخل رگ و اوکی شد همه چی. ما اومدیم بریم اتاق عمل. رفتیم رسیدیم اتاق عمل، که مسافت طولانی و من یه لنگه پا رفتم، چون اصلا داخل اون بیمارستان ویلچر نمیدونن چی هست. من فیلم دارم که مریض اونجا رو روی فرغون بردن این برون، ویلچر اصلا نمونده. اتاق عمل از ورودیش تا آخرش یه راهرو طولانی بود، اونم یه لنگه پا رفتم. مادرم هم با هم رفتم، رسیدم تاش. دکتر منو صدا کرد، گفت چرا اینجوری اومدی؟ گفتم چی شده؟ گفت چرا از این روکشا نکشیدی رو پات؟ نمیدونم اصلا چی میگن به اونا. هیچ. آقا دوباره یه لنگه پا برگشتیم اول راهروه که اون پلاستیک اون روکشا بود، روکشا رو بکشم رو پام. دوباره رفتم اون ته، دکتر داد چرا اینجوری اومدی؟ گفتم چی شده؟ چرا کشیدی رو کفشت؟ بعد میکشیدی رو پات. گفتم ببین با همین یه پا میزنم چپ و راست میکنم. اون یکی گفت ما چی گفتیم، داستان بالا گرفت. آقا با ما لج کردن. منی که هولوش ساعت 7:30 غروب رفته بودم اونجا، موندم تا ساعت 12 شب. هر کی بعد از من اومده بود قبل از من فرستادن، رفت پیش دکتر دیدش. ساعت 12 شب یکی برگشت گفت بگید دیگه 12 شب در بیمارستانو ببندن، هر کی هم هست بفرستن بیرون. می‌خواست واسه من تو مخی بره. اون ساعت 12:30 شب منو فرستادن تو اتاق دکتر. رو دکتر نگاه کرد عکس‌ها رو، گفت شکستگی تو این عکس معلوم نیست، دوباره برگرد برو عکس بگیر. کلی بعد وقتی دوباره رفتیم عکس گرفتیم. وقتی برگشتم ساعت 1:30 شب بود، دکتر رفته بود. دو نفر اونجا بودن از اینایی که فقط پارو گچ میگیرن سر در نمیارن. یه لایه انداخت زیر پای منو، با روشو با باند بست و برو به سلامت. تو اون بیمارستان بیمار ارزشش از موش آزمایشگاهی کمتره. بعدا من فهمیدم که اون 2 تا دختر اینترن بودن. اینترن چیه؟ اینا که آموزشی ان و فقط منو می‌خواستن روم یاد بگیرن که چجوری آنژیو کت بزنن، چون تو اتاق عمل من یکی رو دیدم که نصف بدنش شکسته بود ولی اصلا آنژیو کت نداشت. هر وقتم میری تو بیمارستانه، سرپرستاری که اونجا هست جوابتو نمیده. چرا؟ چون داره با بقیه دخترای آموزشی که اونجا هستن بگو بخند میکنه. حالا اسم دیگه‌شو نمیگم که اسم دیگه‌اش چی هست عامیانش. و مورد داشتیم تو اون بیمارستان که اینا پای راستش عمل کردن. خلاصه که امیدوارم هیچ وقت گذرتون به همچین بیمارستانایی نخوره، یا اصلا بهتره بگم هیچ وقت گذرتون به بیمارستان نخوره.